پشت صحنه‌هایی که از سریال جمونگ ندیدیم. سلام، خیلی خوش اومدید به کانال یوتیوب کره پلاس. بسیار خوب، ابتدا میریم سراغ مکان‌هایی که فیلم برداری توش انجام شده که به اونجا رفتن و کلی از اونجا فیلم عکس گرفتن. و اما میریم سراغ مصاحبه با بازیگران. در ابتدا لطفاً با بیننده‌های شبکه تلگرام حال احوال کنید. می‌بینید که به این شکل برای صحبت کردن بینندگان شبکه جوانی ایران خدمتتون سلام عرض می‌کنم. من هان هیجین هستم. منم کیم سون سو هستم. داستان قدیمی که این سه هنرپیشه اصلی اون رو به نمایش گذاشتن 2000 سال پیش در کره امروز. حکومت گوگوریو افتخار تاریخ ملت ما بود و داستان زندگی جمونگ به عنوان قهرمانی تاریخی یک ملت به تصویر کشیده شده. جمونگ کسی بود که از طبقه پایین به دنیا آمده. آقای سونگیل گود که نقش جمونگ رو بازی کردین، واقعا شما در طبقه پایین به دنیا آمدید؟ فکر نمی‌کنم جول باشه. اگه خاطره جالبی از زمان فیلم برداری این سریال دارید خوشحال میشیم که برای در ادامه از تسو پرسیدن که خاطره خاصی از فیلم برداری داری یا نه. تسو هم جواب داد صحنه‌ای که سوار اسب شدن یهو اسب بیهوش شد و افتادم زمین. جالب بدونید این فیلم برداری توی خود چین انجام شده برای طبیعی‌تر جلوه دادن سریال. البته اینجا لازمه یه فکت هم بگم که جمونگ و تسو قبلا همدیگر رو میشناختن و هر چند کوتاه توی فیلم مشترک با هم بازی کردن. زندگی می‌کردم آقای سونگیل گوک رو میشناختم و یک دو بارم توی سریال‌های تلویزیونی گرچه خیلی کوتاه با هم بازی بودیم. پس باید خیلی خوشحال باشید با شما هستید. شما خوشحال هستید؟ البته. شو جواب دادی؟ فکر کنم آقای سونگیل گوک از شما کوچیک‌تره. درسته، اون از من کوچیک‌تره. از مردم مهربان ایران متشکریم که پروژه ملودرام اختصاصی جمونگ رو دوست داشتن و تماشا کردن. اما اینجا میریم سراغ مصاحبه با هیوبو. باهاش صحبت کردن و گفتن که در ابتدا فکر می‌کردن قیافش به نقش هیوبو نمیخوره، ولی با تغییر دادن صورتش یک کلاگیس خیلی بزرگ و ریش سیبیل تونسته که نقش هیوبو رو بازی کنه و واسش خیلی جالب بوده. گفته گاهی بعد وفادار می‌شدم، گاهی بعد رو بی‌وفا می‌شد. پرسیدن که ارتباطات داری، گفت که دوستای زیادی دارم اما بعد از ازدواج دیگه ارتباطات خیلی خاصی ندارم. همچنین گفت که از گریمم خیلی خوشم میومد. توی این صحنه اکشن سونگیل گوک واقعا کلی کتک خورده و برای اینکه نقش خیلی جالب در بیاد نابود شد واقعا. و اینجا ریتینگ یا میزان بیننده های شبکه رو نشون میده. در قسمت سوم با شروع رابطه سوسانو و جمونگ به 23.6% افزایش پیدا کرد و در قسمت چهارم به 26.6% رسید و پیش بینی میشه که در قسمت پنجم به 29.9% برسه. ایشون در پاسخ به این سوال که نظرتون در مورد طرفداران فیلم جمونگ چیه اینطور پاسخ دادن. تعداد زیادی از بیننده‌ها تلفنی بهم تبریک گفتن و من به خاطر این لطفشون خیلی ازشون ممنونم. توقع من از درصد بیننده‌ها 50%. یعنی از هر نفر یه نفر بیننده این سریال باشه. شما در همه قسمت‌های سریال خیلی خوب و قوی نقشتون رو ایفا کردین. نظر خودتون چیه؟ من نهایت تلاشمو کردم. فکر می‌کنم شما به خوبی تونستید هم احساسات یک زن رو نشون بدید و هم توانایی انسانی اونو. امروز صحنه رو فیلم برداری می‌کنیم که من تو انبار زندانی‌ام و برادر بزرگم جمونگ منو نجات میده. شما به ایشون میگین برادر بزرگ؟ توی فیلم ایشون 1 سال از من کوچیک‌تره. به هر حال جمونگ منو نجات میده. این شروع علاقه ماست و من خیلی نگران جمونگ هستم که این مطلب به وضوح نشون داده میشه و خود این شکوفا شدن یک محبت رو به همراه داره. خب فیلم برداری یه تمرینی از این صحنه‌ها شروع شده. البته با لباسایی که معمولی این هنرپیشه‌ها انجام میشه که ممکنه به نظر شما قدری غیر عادی باشه. در اینجا سوسانو و جمونگ رو می‌بینید که به طور خیلی جدی علیرغم اینکه در لباس و گریم مخصوص هم نیستن ولی بسیار با دقت اجرای نقش می‌کنن. در اینجا آقای سونگیل گوک شروع به معرفی همکاران خودش می‌کنه. ایشون حماسه تیم جمونگ هستن و ایشون هم جنوک هستن. دقیقاً همین عکسی که می‌بینید. تسو و یونکو رو می‌بینید که مشغول تمرین متن خودشون هستن. چون این سریال مربوط به دوران گوگوریو میشه، متن و زبان این فیلم هم دارای سختی‌های مخصوص به خودشه. نظر بینندگان رو در مورد خودتون می‌دونید؟ من شنیدم که مردم در مورد ما سه برادر میگن که ما درست مثل سه تا چراغ راهنمایی می‌مونیم. چون ما کسانی نبودیم که هنرهای رزمی رو به مدت طولانی تمرین کرده باشیم، برای همین یه مقدار سختمون بود. در حین انجام هنرهای رزمی همچین زخمایی هم بوده. کاهش وزنم داشتیم. به هر حال ما بازم تلاشمون رو می‌کنیم. شرایط فیلم برداری چطوره؟ همونطور که شما هم حتما دیدید، پیشکسوت‌های زیاد اینجا هستن که کار کردن با خیلی‌هاشون برای ما بسیار جالبه. این لباس خیلی بهت میاد. همونطور که شما هم می‌بینید اخلاق خوب این هنرپیشه‌ها باعث جو بسیار شده دلچسبی شده که خنده رو روی لبای همه‌شون نشونده. نمیدونستم به عنوان یکی از زن زمامدار انتخاب شدم. نه خیلی هم خوشحالم. شما با آقای سونگیل گوک که نقش پسرتون رو بازی می‌کنه همسن هستین. چجوری صداشون می‌کنید؟ خب معلومه بهشون میگم آقای ایلگوک، آقای محترم. داستان هموسو چی میشه؟ من فکر کردم که هموسو مرده، ولی وقتی جمونگ پدرش ملاقات میکنه منم متوجه این ملاقات میشم و چون هنوز سناریو رو نخوندم نمیدونم که داستان دقیقاً چی میشه. سوسانو، جمونگ و تسو سرنوشت پیچیده‌ای خواهند داشت. لطفاً همچنان بیننده برنامه ما باشید.
چهره جمونگ یعنی آقای سونگ ایل گوک رو می‌بینید که در زیر نور ماه با پشتکار زیاد در حال تمرین سناریوی خودشه. این صحنه که جمونگ به اتفاق سه دوستش اویی، ماری و هیوبو باید با ارتش سوار نظام آهنین بجنگن. و از طرف دیگه برخلاف لباسای آهنین و سنگین سوار نظام، جمونگ و اویی با لباسای بسیار سبکی مشغول تمرین هستن. کوچکترین قفلت و اشتباهی ممکنه باعث زخمی شدن و آسیب جدی اونا بشه. برای همین اونا باید تا جایی که میتونن تمرین کنن تا حتی نفساشون هم با هم هماهنگ بشه. آقای سونگ ایل گوک که برای ایفای نقش جمونگ در این سریال شروع به یادگیری هنرهای رزمی کرده، بسیار با مهارت و متفاوت با دیگران شمشیر به دست میگیره. خب ببینیم قبل از همه نتیجه کار اولین نفر از این گروه چه خواهد شد. نتیجه کار ماری یعنی آقای آنجون هونگ خوبه و مورد قبول آقای کارگردان قرار میگیره. بعد از اون نوبت اویی یعنی آقای یوهومین، کسی که در ابتدا نسبت به جمونگ حسادت می‌ورزید و حالا یکی از بازوان قوی جمونگ شده. و بالاخره نوبت آخرین فرد از این گروه هیوبو. خبر برعکس گرفتی. با گفتن اینکه تبر برعکس گرفتی به خودش میاد و با اون حکمتی که داره بشه که خیلی واقعی سکانس خودش رو انجام میده. سلام اوی ماری یابا چه این هوای گرمی موقع شب کار براتون سخت نیست؟ البته که سخته، واقعا سخته. کار دیشب 5 صبح تموم شد. امروز از ساعت 12 ظهر شروع کردیم. الانم از 12 شب گذشته. درسته؟ 2 نمیدونیم روزی چند ساعت می‌خوابیم و اینکه بعداً چه اتفاقی میفته ما واقعا نمیدونیم. برای اینکه ما به عنوان سرداران دوره گوگوری انتخاب بشیم بایستی که ذره ذره رشد کنیم تا لیاقت و شایستگی فرمانده شدن رو پیدا کنیم. و ما با جمونگ یکی میشیم و روز به روز قدرت و وفاداری ما نسبت به اون بیشتر میشه. و بالاخره نوبت جمونگه. واقعا مهارت آقای سونگ ایل گوک در شمشیرزنی و هنرهای رزمی قابل تحسینه، می‌طوری که در این واقعی بودن به کسی آسیب نمی‌رسه. خط خوبه. و با شنیدن صدای کات بیشتر از هر کسی اویی، ماری و هیوبو خوشحال میشن و ترکیب اون صحنه‌ها صحنه واقعی میشه که چند روز بعد از تلویزیون پخش میشه. یعنی همین صحنه‌هایی که ملاحظه می‌کنید واقعا که جای تحسین داره. در جای دیگه در داخل اما اینجا با نویسنده مصاحبه کردن و سوالاتی ازش پرسیدن که چقدرش واقعیت بوده و چقدرش تخیلات بوده. گفت که به سختی میتونیم بگیم دقیق چقدره، اما میشه گفت 2 صفحه از واقعیت تاریخیه و بقیهش قوه تخیل نویسنده بوده. در واقع حدود 10% واقعیت تاریخی و مابقی اون هم جزو تخیلات نویسنده بوده. همچنین از نویسنده پرسیده بودن که آیا همه اون اطلاعاتی که توی فیلم استفاده شده و تاریخایی که جمع آوری کردن مال کره بوده یا از کشورهای دیگه هم استفاده کردیم. و گفته بود که در اون زمان به خاطر ارتباطات نزدیکی که با کشور چین داشتن یه سری مطالعات در اون باره هم انجام شده و صرفاً همون از کشور کره نبوده. یکی از جالب‌ترین و مهمترین سوالاتی هم که از نویسنده پرسیده بودن این بود که چطوری تونستی از جنبه‌های مختلف فیلمو بازسازی کنی، هم صحنه‌های رزمی، هم عاشقانه، هم حماسی و موضوعات مختلف دیگه. نویسنده گفته که مهمترین چیز واسه من اینه که سریال جالب باشه که از کوچکترین تا بزرگترین افراد بتونن فیلمو ببینن و ازش لذت ببرن. پرسیدن که پیامش چی بوده و گفته که پیام افراد متفاوته، اما در کل خواسته که از لحاظ شخصیت فردی اسطوره‌ها رو نشون بده. گفت که کره کشوری بوده که کشورهای خیلی قوی‌تری اون احاطه کردن و در کل بعد خودش رو قوی می‌کرده و شخصیت جمونگ این اتفاق رو رقم زده و کره رو یک کشور قوی کرده. برای همینه که خیلی از بیننده‌ها دوستش دارن و دلیل اینکه همون قدری که بیننده‌های ایرانی دوستش دارن، بیننده‌های کره‌ای هم خیلی بهش علاقه داشتن. و گفت در کل هدف ما این بوده که در واقع بیشتر اتفاقات تاریخی واقعی رو برای بیننده ها پوشش بده. چرا تعداد قسمت‌های سریال زیاد شد؟ از تهیه کننده این سوالو پرسیدن و اون جواب داد که ما در ابتدا اون رو واسه یه 60 قسمت برنامه‌ریزی کرده بودیم، ولی داستانش از اون چیزی که فکر می‌کردیم طولانی تر بوده. از طرفی متقاضی زیادی هم داشته، برای همین از 60 قسمت به 80 قسمت افزایش پیدا کرده. از تهیه کننده پرسیدن که انتظار داشتی تا این حد سریال معروف و محبوب شه؟ جواب داده تا حدودی انتظار داشتیم که معروف شه، اما تا این حد رو دیگه نه.